قرار هست متهم این پرونده از سوی مالباخته شناسایی بشه، به خاطر اینکه در لحظه سرقت دوربینی وجود نداشته. الان متهمان میان تا مالباختگان اونها رو شناسایی بکنن. خب این اولین مواجهه حضوری خانم دانشجو با 2 نفر از کسانی هست که ازشون دزدی انجام دادن. چی شد خانم توی صحنه در واقع سرقت؟ من خواستم وارد خوابگاه بشم که از پشت یه نفر اومدن. من گوشیم حتی رو به خیابونم نبود، مخالف خیابون بود. داشتم با خواهرم صحبت میکردم که یکی از پشت اومد گوشی رو کشید، چون من محکم گوشی رو گرفته بودم. کدومشونن از این 1 2 3 4 5 نفر کدومشون بودن؟ کشف بیان جلوتر. ایشون که گوشی رو زدن و منو هول دادن. این آقا؟ بله. بله. و ایشون هم موتور سوار بودن که جلوتر وایساده بودن که ایشون سوار شدن و رفتن دیگه وقتی گوشی رو زدن. چند وقت درگیر بودید حالا از نظر هم روحی هم غیر روحی؟ من از نیروی انتظامی واقعا تشکر دارم که تونستن خیلی سریع این قضیه رو تمومش کنن و دستگیر کنن مجرما رو، و من حدوداً 1.5 هفته اینقدر بود که درگیر این قضیه بودن که سریعا خدا رو شکر پیداشون کردن.